سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اولین ویدیوی یوتیوب من. امروز اومدم مرحله کارم رو باهاتون به اشتراک بذارم. تو مرحله اول شروع میکنیم به ریموو کردن لاکشل و 70 یا 80% حجم مواد از روی ناخن. این کار باعث میشه که شما حجم سازی تمیزتری داشته باشید. در نهایت ناخنتون خیلی قلمبه نشه، خیلی تپه نشه و در آخر نیاز به سوهان کشی خیلی زیاد نداشته باشید. توی مرحله بعد از سرسوهان اشکی شحنی نوار آبی استفاده میکنم برای باز کردن کوتیکول ها. بچه شما میتونید طبق همون کاری که خودتون انجام میدید مانیکورتون رو انجام بدید. یعنی بعضی ها با پوشر اول هول میدن، مانیکور رو باز میکنن، بعد از سرسوهان استفاده میکنن. من از پوشر استفاده نمی کنم، یعنی میکردم ولی الان نمی کنم، چون که با همین سرسوهان کوتیکولم خیلی راحت باز میکنم و نیازی به پوشر ندارم. اون دیگه طبق روال کار خودتونه که هر جوری که راحتید مانیکورتون رو انجام بدید. توی مرحله بعد از سرسوهان کاغذی استفاده میکنم. بچه سرسوهان کاغذی بیشتر برای گرفتن چربی ناخن استفاده میشه و بعد برای هموار کردن سطح ناخن. نیازی نیست که شما برای گرفتن چربی ناخن خیلی سطح ناخن رو بتراشید. اینجوری کاملا به صدف ناخن مشتری آسیب وارد میکنید. توی این مرحله باید حواستون به فشار دستتون باشه و اینکه دستگاهتون رو خیلی رو دور زیاد نذارید. تا جایی که امکان داره حجم مواد رو با سطح ناخن هموار کنید و چربی ناخن رو با 1 الی 2 دور بگیرید. دیگه بیشتر از این روی سطح ناخن مشتری کار نکنید، چون هم سطح ناخنش داغ میشه و کاملا نازک میشه سطح ناخنش. وقتی که سوهان کشی سطح ناخنتون تموم شد، میرسیم به سوهان کشی با سوهان دستی و در آوردن فرم زیبای ناخن. به نظر من مهمترین مرحله همین مرحله است. شما باید بدونی که چجوری از همه زوایا یه ناخن شیک و زیبا در بیاری. یعنی مشتری وقتی از روبرو نگاه میکنه کج نباشه. شما از طرف خودتون وقتی ناخن رو سوهان کشی میکنید نگاه میکنید، یک بار هم باید از سمت مشتری به ناخن ها نگاه کنید و مطمئن بشید که فرمی که سوهان کشی کردین یه فرم نرمال هستش. بعد سوهان کشی الکل میزنم به دست، پاکش میکنم. میخوایم بریم سراغ مرحله چیدن کوتیکول ها که به نظر من جذاب ترین مرحله برای ناخن کار است. بچه یه نکته رو بهتون بگم، خیلی نیاز نیست که شما یه مانیکور عمقی انجام بدید. وقتی که کار سالونی انجام میدید واقعا نیاز نیست که خیلی خیلی مانیکور عمقی انجام بدید. همین که بتونید یه کوتیکول تمیز در بیارید، دست مشتری رو اذیت نکنید، دور ناخن مشتری تمیز بشه کافیه. اون مانیکورهای عمقی برای نشون دادن مهارت ناخنکاراست که یه نفر میخواد نشون بده من در این حد میتونم تمیز و زیبا کار کنم. اینو همه ناخنکارا میتونن، اما برای کارهای سالونی نیاز نیست که شما انقدر روی این قضیه فوکوس کنید. توی این مرحله با پد و کلینزر سطح ناخنتون رو پاک کنید. کلینزر من 2 کاره است که توش دیدراتور هم داره. بعدش از پرایمر استفاده میکنیم. بچه لطفاً پرایمرتون رو به صورت مالشی اجرا کنید و لطفاً قبل از زدن بیستون یه چند ثانیه به پرایمرتون زمان بدید. یعنی روی خیسی پرایمرتون بیس رو اجرا نکنید.
بعد از زدن پرمرتون میرید سراغ بیس زدن. بیس هم دقیقاً به صورت مالشی روی ناخن اجرا کنید دوستان، نه مثل زدن لاک. باید بیستون موادش بره لابلای اون خط و خشی که انداختید روی ناخن. همینطور که میبینید اول به صورت مالشی اجرا میکنم، بعد یه لایه روش میکشم که کامل سطحش صاف و قشنگ بشه. لطفاً حجم زیادی از بیس بر ندارید برای این کار، واقعا نیازی نیست. همین که یک لایه سطح ناخونتون رو بپوشونه کافیه. سی ثانیه که داخل دستگاه خشک کردید بیستون رو، شروع میکنیم به مواد گذاری با بیلدرم. بچه همیشه یادتون باشه اول یک لایه نازک با قلمتون از بیلدر بر میدارید میکشید روی سطح ناخون، بعد یه توپ نسبت به حالا سایز ناخون مشتری بر میدارید، به ریشه ها نزدیک میکنید اول، بعد به شکل یو به سمت پایین دستتون رو حرکت میدید. از قلمتون استفاده کنید و بیلیکتون رو حتما چک بکنید بچه ها. یعنی فکر نکنید حالا بیلدرتون هر چقدر هم که خوب باشه نیاز داره که بیلیکش چک بشه. اینجا من کلا از کادر خارج شدم. دست رو خیلی نمیخواد به زاویه 90 درجه برگردونید، یعنی صاف برگردونید به زاویه 45 درجه که بتونید خیلی راحت اپکستون رو در بیارید. هر جا که حس کردید بلیکتون اوکی شده، از هر طرف ناخن رو چک کنید لطفاً، بعد به مشتری بگید که دستش رو بذاره داخل دستگاه. بچه مواد گذاری شست ناخون یک مقدار سخته، یه خورده بیشتر دقت کنید. اینجا صفحه کلا برگشت به خاطر اینکه شست کلا از بقیه انگشتا یک مقدار صدفش بزرگتره. سعی نکنید که یه مواد خیلی زیادی بردارید، در همون حد که اول ریشه رو بپوشونید، بعد مواد رو هل بدید به سمت پایین. بچه وقتی که مواد گذاریتون تموم شد، باید بریم سراغ این که زیر ناخونای مشتری رو تمیز کنیم. سعی کنید تا جایی که امکان داره ناخون اصلی مشتری رو بتراشید. اگه این کار نکنید به مرور وقتی رشد میکنه سطح ناخون از سطح موادی که گذاشتید جدا میشه. تا جایی که امکان داره زیر ناخون مشتری رو تمیز کنید و ناخون اصلی خودش رو تا جایی که امکان داره بتراشید، نه اینکه کلا کچل کنید و پله‌ای کنید. بعد از اینکه زیر ناخون مشتری رو سوهان کشیدید، با سوهان دستی یک بار دیگه چک میکنید، زیرش رو صاف میکنید، پاک میکنید، بعد میرید سراغ لاکشل زدن. چون مشتری من از یه رنگ سه‌بعدی خوشش اومده بود، برای این کار اول باید زیر لاکم رو مشکی اجرا میکردم تا اون لاک بتونه خودش رو کامل نشون بده.
بچه همونطور که میبینید من با شستم بالای ناخون رو نزدیک به کوچیکو رو میکشم بالا، بعد قلم لاکشلم رو میبرم بالا. یعنی دیگه توی این مرحله شما نیازی نیست که حتما از قلم لاینرتون استفاده کنید تا از ریش لاکشل بزنید. نه، با کمک انگشتاتون میتونید کوتیکول رو بکشید بالا و حتی از بغل وقتی دو طرف ناخون رو بگیرید شما خیلی راحت میتونید بغل ناخون رو لاک بزنید، یا حتی ریشه ناخون رو وقتی بکشید به سمت بالا خیلی راحت میتونید لاکتون رو اجرا کنید. همیشه هم یادتون باشه لاکشلتون رو لایه های نازک اجرا کنید. حتی اگه نیاز باشه که مثلا شما یه لاکی دارید که کمرنگ پیگمنتش کمه، حتی تا 3 بار همون رو اجرا بکنید، ولی با لایه های نازک. اصلا از لایه های کلفت استفاده نکنید که در نهایت کار خودتون خراب میشه. اینجا میرسیم به مرحله زدن لاک سه‌بعدی که مشتری انتخاب کرده بود. بچه ها این لاک دقیقا لاکیه که باید 2 یا 3 بار پلی بشه روی ناخون. به خاطر همین من قبلش مشکی زدم روی ناخون که دیگه نیاز نباشه من 3 بار از این لاکشل انجام بدم روی ناخون. 2 مرحله کافیه برای این نوع لاکشل ها، در صورتی که شما زیرش از بیس مشکی استفاده کرده باشید. بچه یه نکته رو بگم، بعد از اینکه لاکشلتون خوش شد گاهی وقتا میبینید یک کوچولو این ور اون ورش چسبیده به سطح ناخون، اونو میتونید با اون سرسوهان سوزنیتون پاک کنید، جای نگران نیست. بعد از تموم شدن لاکشلم سطح ناخونم رو پاک کردم و زدن تاپ کات رو شروع کردم. همینطور که میبینید خیلی آروم دارم تاپ کاتم رو میزنم. شما هم سعی کنید خیلی توپای گنده از تاپ کاتتون رو بر ندارید، در نهایت چوره میکنه و سطح ناخون رو خراب میکنه. خیلی نازک این کار رو اجرا کنید. خب اینجا دیگه کار مشتریمون تموم شده، داریم لذت میبریم از دیدن کار. بریم که آخرش رو با هم ببینیم. این هم از ناخونای خوشگل مشتریمون. البته رنگش که 100% به سلیقه خودشه و 100% زیباست. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. نظراتتون رو برام کامنت کنید، سوالی دارید بپرسید. دوستتون دارم. خداحافظ.